چکلک شما دایسته حالا در این قطعه کارهای مستحکم کنی رفته ایستاده است. کارهای مستحکم کنی از یک چند مرحله عبارت است. مرحله اول این کارهای ریشه‌بند کنی با واسطه محلول سمنتاسیونی، بعداً کارهای برابر کنی فشار آب، بعد از این ما با بلاک‌های بتونی در بلندیش از 5 موفقی ریلیف از 4 تا 5 متر، با درازی عمومی تقریبا 120 متر و با پهنایی از 17 تا 20 متر بالا این موضع رو پوشانیدیم، مستحکم گردانیدیم. حالا باشد چکل شما دایستادید کارهای خواباندن مواد گلخاکی مخصوص تیار کرده شده برای اون که آبای زیرزمینی به بالا نبرویند و از بالا آبا به پایان نشینند رفته ایستاده است. این مواد گلخاک است. این مواد مخصوص تیار کرده می شود. در کاریر 15 ما این مواد را با واسطه گذراندن کارهای سگریگاسیونی تیار نموده ایم و استفاده برده ایستاده ایم. موافقی لایحه این مواد طلبات مخصوصی خود را دارد. مواد باید با نمی مخصوصی از 7 کم باید نباشد و از 10% باید زیاد نباشد. هر یک قبض باید با بلندی نه زیاده از 300 میلیمتر خوابانیده شود و بعدی خوابانیدن کارهای زیست‌کنانی گذرانده می شود. بعدی زیست‌کنانیدن در اینجا آزمایش‌های لابراتوری می‌گذرد و موافق طلبات لایحه باید زیچی این مواد از بعد خوابانیدن و بعد زیست‌کنانیدن از 2 تن متر کوبی باید که کم نباشد. همه این کارها با استفاده استانداردهای جهانی با استانداردهای ISTM اجرا می‌گردد. با طریق شبانه روزی کار می‌رود و نظارت صفت آن هم با طریق شبانه روزی از طرف متخصصان گروه نماینده فرمایشگر و خودی فرمایشگر نظارت برده می شود. در اینجا زیاده از 20 عدد ماشین و مکانیزم از قبل اکسکاواتورها، بولدوزرها، ماشین‌های بارکش، ماشین‌های زیچ کننده استفاده برده شده و زیاده در 2 سمینه زیاده از 25-30 نفر کارمندان شب روز کار می‌نمایند. کارمندان با حس بلندی وطن دوستی کار میکنند. همه اینا شکرانه از آن می‌نمایند که در وطن خود امروز صاحب جای کار هستند، کار میکنند، معاش میگیرند و از سیاست پیشگیری دولت و حکومت همه راضی است. من این همچون یک شهروند جمهوری تاجیکستان با اختصاص خودم در وطن خودم کار فعالیت کرده ایستادم و شکر از استقلالیت، شکر از آبادی، شکر از تنجی و امانی، شکر از سیاست پیشگیری دولت و حکومت میکنم و برای من این افتخار است. سنگ وزین را بیا در پشت من ما، هر قدر نبود برایم سهل و آسان. همچون مور میکشانم من به ساحل تا نمایم سنگر در بند ساحل. از رگ و از رشته جان بند بافم، من بناخون تخت سنگی را شکافم. خاک و سارونج میکشانم من به دامن تا شود در غات را کفشیر و جوشن. تا شود دیوار محکم طرز پولاد بگزند از گرمی و باران و از باد. خیز با من مردمی زور و شرفمند، پیش دریای بزرگ تا شود بند. تا کیراغون را به دست خیش سازیم، تا به گردون سرکشیم و سرفرازیم. این خبر بالا شود تا اوج اعلا، بررسد عکس صدایش تا ثریا. این زمان ما در منطقه پایدیوار بتونی قرار داریم که حجم عمومی کارها در این منطقه 7,500 مکعب متر بتون بود خوابانده شود که تو به همه روز 41% کارها یعنی به مقدار 2700 متر مکعب بتون خوابانده شده است. این حال در منطقه کاری در 2 بس کار رفته است و هر 2 بس به مقدار 30 نفر روزانه و 30 نفر شبانه کار فعالیت برده است. صفت کارها همه روزه از طرف نمایندگان فرمایشگر نظارت کرده می شوند تا همه روز باشد. در نقطه 975 ما قرار داریم. مقصد عمومی این پایدیوار از زمین عبارت است که آبهای زیادتی که جمع می شوند پشت همین پایدیوار با درون گالری مخصوص درون مخصوص درآورده با قبرهای دیامترشون 1400 و 1800 با گالری گرفته با گذرگاه استیدو پرتافته میشن و ما با اعتماد تام گفته میتونیم که کارها رو با صفت بلند و در مولت به ما گذاشته به اجرا میرسونیم. ما کارمندان نیروگاه برقی
روغون کوشش می‌کنیم که همه کارهای وظیفه ما گذشته رو در وقتش اجرا نموده سهم خود رو در این انشاءات بزرگ رسونیم. همه کارمندان شرکت ما بسیارش جوانان تشکیل میدهند. از این رو ملکه خود رو زیاد کرده در اگریگات های منوالده نیز برای اجرا نمودن نقشه های کاری سهم خود را گذاشته ایستادند و ملکه زیاد کسب کرده ایستادند. برای ما یک افتخار بزرگ است که در این انشاءات بزرگی عصر کار و فعالیت کرده ایستاده‌ایم. با شکرانه استقلالیت و صلح و ثبات دولت عزیز ما تاجیکستان با دستاوردهای بزرگ نایل گشت که یکی از دستاوردهای بزرگ این ساختمان نیروگاه برق آبی راغون و استفاده دادن اگریگات یکم و امروز به استفاده دادن اگریگات دوم به حساب می رود. محض عزم و اراده قوی پیشوای معظم ملت بود و تمام ما ساختمانچی‌ها را روح و الهام تازه بخشید که شب و روز در ساختمان عظیم عصر کار و فعالیت نموده با هدف اساسی و استفاده دادن اگریگات های یکم و دوم که بود نایل گشتیم. جمعیت سهامی شده تاجیک رحمتش از کیلومترش 320 تا دروازه های تعمیری به عهده دارد. از این درازی 136 مترش قسمت کفی آن بتون خوابانی شده است. زیاده از 450 تن آرماتور بندی شده است و در قسمت دروازه های تعمیری کارهای خفاری ادامه دارد. زحمت و تلاش های اساسگوی صلح و وحدت پیشوای ملت محترم جناب عالی امروز ها ثمر دادند و افتخار هر یک فرزند ملت تاجیک است که چنین پیشوای بزرگ که برای نگهداری خلق وطن و آبادکاری تاجیکستان عزیز کوشش می‌نمایند. سال دوم است که در نیروگاه برق آبی راغون کار فعالیت کرده ایستادم و از این افتخار دارم که ما در کارهای خود متخصص شدیم و فهمیش خوبم پیدا کردیم، تجربه خوبم پیدا کردیم. من امروز در اینجا چطوره که می‌بینید کارهای ساختمانی ما در کارهای قبط اول را اجرا کرده ایستادیم. از در نقب 3/4 از پیکتی 354 تا 344 کارهای ما کارهای بتون خوابانی من چطوره که دیده ایستاده علاقه خوابونده شده است و امروز در از پیکتی 335 تا 344 ما کارهای آرماتور بندی اجرا کرده ایستادیم. از روی لایحه و با چیز رو دیده ایستادیم با چشم خود می‌بینیم و نتیجه کارهای خود رو دیده خیلی هم خرسند میشه. برای من شرف است که در چنین انشاءات‌های عصر در چنین کارگاه پرقدرت عصر کار و فعالیت میکنیم. ما کوشش میکنیم که امروز و در آینده کمی هم باشد خدمت خود را به خلق ملت خویش کرده باشیم و شادشوی دیومین اگریگات نیروگاه برقی آبی راغون بگذار این نور در هر یک خاندان تاجیک و تاجیکستانی نورافشان گردد و این وطن زیبای ما دائما آباد و زیبا باشد. از سال 2011 در بنیاد نیروگاه راغون در قطار تمام کارمندان نیروگاه راغون در این انشاءات بزرگ عصر مدت 9 ساله که با حیث مهندس به خطری کار و فعالیت دارم. هر روز از طرف شعبه به خطری کار و نظارت میکنیم. هر کارمندان با تمام لوازمات محافظتی تامین کرده می شود. همگان شاهد هستند که سال 2018 برای مردم تاجیک سال تاریخی و سال فراموش نشونده است. با خاطر آنکه با دستور هدایت‌های پیشوای معظم اساسگزار صلح و وحدت ملی محترم امام رحمان اگریگات یکم نیروگاه راغون ساخته و استفاده داده شد. از جانب شرکت ما در 2 قطعه کارهای ساختمانی رفته ایستاده است و این در قطعه‌ای که ما حاضر ایستادیم قطعه بالای تونل‌های ساختمانی یکدم میباشد و در اینجا ما با کارهای خاکبرداری مشغول هستیم. نقشه‌هایی که در نزد ما از طرف فرمایشگر گذاشته شده است ما کوشش کرده ایستادیم که به سربلندی براییم. همه ماشین مکانیزم‌هایی که در این قطعه کار کرده ایستادند در حالت خوبی تکنیکی میباشد. ما همه روزه از این قطعه زیاده از 3000 کوب خاک برآورده ایستادیم. از اول فعالیت باشد از این قطعه زیاده از 280,000 کوب خاک برآورده شده است.
ما از منطقه آبپرتوی موقتی سنگ شغال رو با سه تکنیک و مکانیزم رو کشانده ایستادیم. تکنیک و مکانیزم رو در دو بست کار کرده ایستادم. در هر دو بست هم بیستگی автомашина در حالت خوبی تکنیکی قرار دارم. همه شرایط برای مهیا است. واسطه‌ای یعنی جهات اقتصادی و کمونالی همه مهیا میباشد. اقدام پیشگرفته جناب عالی محترم پیشوای ملت اساسگذار صلح و وحدت محترم امانوئل رحمان رو همه جانبه طرفداری میکنیم. کوشش میکنیم که در آینده در ساحه انرژتیکا و اقتصادیات انرژتیکی سهم خود را گذاریم. پیش از همه مینداری خود را با اساسگذار صلح و وحدت پیشوای ملت محترم امانوئل رحمان میرسانم که ما جوانان رو باوری کرده در این خیلی کارهای بزرگ کار و فعالیت میکنیم. ما در اینجا با کارهای نخکنی کار و فعالیت میکنیم با نیروهای محلی. در اینجا حاضر که در این قطعه کاری ما اشتراک داریم شخت هوا تازه کنی می باشد که در این شخت زیاده از 40-50 نفر کار و فعالیت میکنند با مهندسای خوب. این شخت که چقدرش 160 متر می باشد ما 80-90% این را به انجام رسانده هستیم. این شخت وظیفه اساسیش باد و هوایی که در تالار ماشین ها در تالار ترانسفورماتورها هست باد و هوای کثیف را تازه کرده و بیرون میبرد. ما خیلی خرسندیم که در این خیلی انشاءهای بزرگ کار و فعالیت میکنیم. شکر استقلالیت وطن، شکر تنجی امانی تاجیکستان ما، شکرانه مهنت های پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان رو ما به نظر گرفته کوشش غیرت می‌نماییم که این ساختمان رو با صفت بلند انجام دهیم. روغن یکی از انشاءهای بزرگترین در عرصه بین‌المللی میباشد که سطح این انشاءات از 335 متر عبارت بوده از سنگ و شغال و خاک طبیعی کوهستان خودمان ساخته می شود. 9 سپتامبر سال 2019 ساختمانچان این نیروگاه با کوشش غیرت زیاد کار کرده. اگریگات دوم این نیروگاه رو با راهبری پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان به استفاده داده شد. منفعت نیروگاه برقی آبی روغن بعد به انجام رسیدن پوره ساختمان این نیروگاه فتح استقلالیت انرژتیکی تاجیکستان پوره تامین می‌گردد و ساحه ترقیات رشد ساحه صنعت و اگراری تاجیکستان رو تشکل می‌دهد که این به نهایت منفعت کلان دارد. سالانه زیاده از 17 میلیارد کیلووات الکتروانرژی استحصال کرده می‌شود. با شکرانه صلح و ثبات، با شکرانه استقلالیت تاجیکستان عزیز ما با چنین دستاوردهای بزرگ نایل گردید. نیروگاه برقی آبی روغن یکی از بزرگترین دستاوردهای انرژتیکی به حساب می‌رود. امروزها ما در ساختمان نیروگاه برقی آبی روغن کار فعالیت نمودند. صدقاً سپاسگزاری خود را به اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان اظهار می‌نمایم. طول 2 سال می‌باشد که در نیروگاه برقی آبی روغن کار می‌نمایم و می‌خواهم مینداری خودم را به اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان رسانم. زیرا با دستگیری محض همین شخصیت بزرگ این روزا نیروگاه برقی آبی روغن بنیاد گردیده ایستاده است و من همچون مهندس جوان فخر از آن می‌نمایم که در چنین ساختمان بزرگ عصر کار و فعالیت می‌نمایم. شکرانه از آن می‌کنم که در این زیر آسمانی صاف و بی‌غبار در هوای صلح و وحدت در فضای استقلالیت وطن در شهر روغن کار و فعالیت کرده ایستاده‌ایم و آن آبادکاری ها و سازندگی ها و بنیادکاری هایی که امروز ما با چشم خود می‌بینیم احساس کرده ایستاده‌ایم. همه این با شرافیت استقلالیت ملی دولتی جمهوری تاجیکستان به دست آمده است و به واسطه زحمت ها و تلاش های سرور دولت همان اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان که به دست آمده است. ما در هر یک نفس از این شکرانه میکنیم و نسل نورس را در همین روحیه، در روحیه وطن دوستی، در روحیه آبادکاری، در روحیه خویشتن شناسی وحدت ملی تربیت می‌نماییم. با تلاش و
با زحمت‌های سرور دولت پرزیدنتمون محترم امامعلی رحمان پیشوای معظم ملت این ساختمان این گوشه خموشان اثر نو به کار شروع کرد. در همین حال هم در همین وقت هم در همین دور زمان هم اکثریت مردم باوری نداشتند که ساختمان نیروگاهی برق آبی راغون اثر نو بنیاد می شود و کار می درآید نور می دهد. این را باوری نداشتند. اما زیاییان شهر راغون، فرهنگیان شهر راغون، فعالان شهر راغون از این چیز باوری داشتند. مقصد و اون مرام و اون نیت‌های نیکی که سرور دولت ما داشت امروز جامعه عمل پوشید و مردم شرفمند شهر راغون، مردم تمام جمهوری تاجیکستان، تاجیک و تاجیکستانیان همه از این چیز اکنون باوری حاصل کردند. باوری حاصل کردند که ما همین خیلی سرور داریم، ما همین خیلی قدرت داریم، ما از عهده همین گونه کارها و از این گونه آبادکاری ها میبراییم. 8 سال شد در اینجا کار فعالیت می‌نمایم. آزمایشگاه ما آزمایشگاه مخصوص ساختمانی بوده. در اینجا موادهای ساختمانی از قبیل سمنت، سنگ و شغال، بیتون، آرماتورا، تمام نمود متال ها، موادهای کیمیایی، سوزشواری و غیره آزمایش کرده می شوند. تمام نمود موادهای ساختمانی که در ساختمان این انشاءات تقدیرساز ملت استفاده می شود محض در همین آزمایشگاه آزمایش کرده می شود. بنابراین برای با صفت اعلا و با استواری و دراز عمری زیاد این انشاءات را به استفاده سپردن ما وظیفه دار هستیم که این مسئولیت را حس نماییم. کار کردن در آزمایشگاه چنین یک نیروگاه برقی آبی راغون، چنین یک انشاءاتی عصر برای ما فخر است. از سال 2007 شده در ساختمان MBO راغون کار میکنم. از سال 2014 در شعبه کیمیا بوده. ما تمام مسئولیتایی که در همین شعبه وارد میشن سنجش میگذاریم. از آن جمله آب، خاک، شغل، بنزین، سریالکا، کراسین و غیره ها. ما در این شعبه برای با صفت و ثمراناک بودن همه موادهایی که در ساختمان هستند کوشش میکنیم که سنجش گذارانیم و برای بهبودی کارهای خودمان. من همچون یک متخصص جوان، همچون یک جوانان پیرو پیشوای ملت فخر از آن میکنم که در این ساختمان بزرگ عصر همچون یک متخصص جوان فعالیت و کار کرده ایستادم. فخر از آن دارم که در عرفه شده شوی دوم اگریگات این نیروگاه قرار داریم. ما جوانان وعده میدیم که کارهای ساختمانی را با صفت اعلا با تمام نازکی و مشکلات ساختمانی حل نموده برای نسل‌های آینده میگذاریم. ما جوانان امروز از آن شاد هستیم که در این دوره استقلالیت به چنین دستاوردها رسیدیم. محترم جناب عالی گفتند راه به سوی صفت و زیبایی به آخر است. ما هم از این گفته‌های جناب عالی استفاده برده صفت را در ساختمان با طلبات‌های جهانی رعایت نموده به استفاده داده‌ایم و این چنین در آینده می‌خواهیم که چنین صفت اعلا را نظارت نموده در ساختمان. کوشش می‌کنیم که در آینده اگریگات‌های نوبتی این انشاءات عصر را به صفت اعلا به استفاده دهیم. برای تستر اجرا نمودن کارهای نقدی با ما دسترس نمودن 2 عدد تکنیکای حاضر زمان برای پرمگری مانند مارکای بومر آورده تامین نمودن. برای همین کارهای ما نظر به سال پیشتر که با تکنیک حاضر زمان تامین بودیم بهتر و با صفت بلند و با سرعت بلند اجرا شده است. در اینجا طولی 4 سال است که من در این نیروگاه آبی برقی راغون به حیث کفشیرگر شده کار میکنم. من در قیده‌های کاری پیشتر در ST3 کار کردگی و در مشزل ترانسفورماتور
чӣ заҳмату кӯшиш, чӣ ҳаракати талоше ки дорем мисол барои ватани худ аз сидқи дил кор карда мехоҳем ба халқи худ ба ватани худ хизмат кунем. ҳар як мисол васлҳои кардагӣ мо ҳаракат мекунем ки пурзур бақувват бошад ки ин мисол сохтмони аср аст. оянда мисол умеди калон доранд ба ин насли навраси мо. барои ҳамин ҳаракат мекунем, чӣ талошу кӯшиши мекунем ки корро чӣ қадар ба сифату ба дараҷаи олӣ ба сомон расонем. шукронаи истиқлолияти тоҷикистон мекунем ки имрӯз дар рӯзи ҷашн гирифтани истиқлолияти миллӣ бо сарварии пешвои миллат асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ президенти ҷумҳурии тоҷикистон ҷаноби олӣ муҳтарам эмомалӣ раҳмон агрегати дуюми нерӯгоҳи барқии обии Роғон ба кор дароварда шуд ки дар оянда ин ба тараққӣ додани истеҳсолоти мамлакат, саноаткунии мамлакат мусоидат мекунад. мо коргарони нерӯгоҳи барқии обии Роғон ваъда медиҳем ки дар оянда нерӯгоҳи барқии обии Роғонро зина ба зина ба пуррагӣ сохта ба кор медиҳем ки барои рушду намои Тоҷикистон мусоидат менамояд.